everybody and welcome back English with me, and in this session we're going to go to talk about although and though. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از من حامد ابوطالبی و توی این جلسه میخوایم بریم دو تا کلمه یاد بگیریم که از اون دسته کلماتی که به شدت کاربردیه توی زبان انگلیسی و خیلی استفاده میشه علل خصوص توی مکالمه‌های محاوره. در اصل ما اگه این دوتا رو یعنی although و though رو توی مکالمه استفاده کنیم سطح و لولمون توی مکالمه میره بالاتر. خب یه نکته دیگه بهتون بگم بچه‌ها، ما برای اینکه سطح و لول مکالممون بره بالا یعنی چی؟ یعنی بتونیم خیلی راحت‌تر صحبت کنیم، سریع‌تر صحبت کنیم بدون مکس، دقیقاً همین چیزها رو باید رعایت کنیم. although و though این دوتا یعنی چی؟ ببین وقتی تو میخوای to show contrast، متفاوت بودن دو تا جمله رو، کنتراست بودن دو تا جمله رو نشون بدی، از although و though استفاده میکنی. وقتی دو تا جمله داری که اولیش و دومیش کاملا متفاوته، از این دوتا استفاده میکنی. حالا این دوتا یعنی although و though دقیقا میشه but، یعنی اما، اگرچه، اما، چه، کلا معنی میشه. بیا توی مثلا من میگم اون آقاه خیلی بی‌ادبه، he is rude، اما but we like him، دوستش داریم. خیلی بی‌ادبه ولی ما دوستش داریم، با اینکه خیلی بی‌تربیته ولی خب ما دوستش داریم، شوخی‌های عجیب غریب و بی‌تربیتانه میکنه و ما میخندیم. به خاطر همین he is rude، بی‌ادبه، but we like him، ولی دوستش داریم. حالا من میام به جای but میذارم although رو میارم اول جمله. خب although he is rude، اگرچه بی‌ادبه، although he is rude، دیگه but رو نمیاری، we like him، تمام، ما دوستش داریم. although he is rude، اگرچه بی‌ادبه، we like him، دوستش داریم. دیگه نمیتونم بگم although he is rude but we like him، اگرچه بی‌ادبه ولی ما دوستش داریم. نه، although he is rude، اگرچه بی‌ادبه، we like him، دوستش داریم. خب دیگه بات رو نمیارم بار دوم. بعدی حالا دو چیه؟ دو هم همون اگرچه هستش. گفتم هم although و هم دو یعنی بات، یعنی اما. فقط دو فقط توی مکالمه استفاده میشه. ببین although هم توی مکالمه استفاده میشه ولی ممکنه توی نمیدونم یه جا توی یک متنی از although استفاده کنم ولی دو رو نمیتونیم ما توی متن استفاده کنیم. حالا چرا؟ چون به شدت این فرمال غیر رسمی فقط توی مکالمه ها استفاده میشه و خیلی راحته، میاد آخر جمله. خب دو من میاد آخر جمله، همون مثال بالایی he is rude، بی‌ادبه، we like him though، ولی دوستش داریم. با این حال دوستش داریم، با این حال که بی‌ادبه ولی دوستش داریم. he is rude، بی‌ادبه، we like him though، ولی دوستش داریم با این حال. خب پس ببین although رو من آوردم اول جمله، although he is rude، اگرچه خیلی بی‌ادبه، we like him، دوستش داریم. دیگه نمیام بگم although he is rude but we like him، باش رو حذف میکنم کامل. من باش رو گفتم که بدونید although و though یعنی بات، یعنی اما، اگرچه، اما، کلا اینجوری معنی میده. خب بعدی هم دو میاد آخر جمله. خب he is rude، بی‌ادبه، we like him though، ولی دوستش داریم، با این حال دوستش داریم. یه نکته خیلی مهم بگم بعد بریم مثال بعدی رو بزنم. اگه بخوای از although و though استفاده کنی حواست باشه کلاً باید جملت متفاوت باشه. تو دو تا جمله داری که میخوای به هم وصل کنی، جمله اولی با دومی کاملا باید متفاوت باشه. نیایی دو تا جمله متفاوت، جمله‌ای که یکی رو از although و though استفاده کنی غلط میشه. مثلا با اینکه غذاش خوشمزه بود، اگرچه غذاش خوشمزه بود ولی من خوردم، این یه جمله یکسانه، تو خوردی و خوشمزه بوده، یکیه. خب با اینکه غذاش خوشمزه بود ولی من نخوردم، رژیم بودم، این جمله متفاوته. میبینی؟ خب پس although و though کاملا توی دو تا جمله متفاوت میاد. بعدی میگم با اینکه خیلی گرون بود ولی من خریدمش. It was expensive، گرون بود، but I bought it، از but استفاده کردم. خب اول but رو بگم، but همون although و though بود. گفتم it was expensive، گرون بود، but
I bought it. این بچه ها یعنی گذشته buy bought میشه. خب I bought it با اینکه گرون بود ولی خریدمش. حالا میگم اگرچه گرون بود ولی من خریدمش. Although it was expensive I bought it. میبینی؟ دیگه نمیام بگم although it was expensive but I bought it. غلط میشه. دیگه bought رو حذف میکنی میگی although اگرچه it was expensive گرون بود I bought it ولی خریدمش. یا گفتم do رو میاریم آخر جمله دیگه it was expensive گرون بود I bought it though ولی خریدمش. با اینکه گرون بود ولی خریدمش. میبینی؟ پس although میاد اول جمله و دیگه but رو نمیاریم اما رو نمیاریم. میگیم although he is rude اگرچه خیلی بیادبه با اینکه خیلی بیادبه we like him دوستش داریم. دیگه نمیگم but we like him غلط میشه. و دو هم آخر جمله میاد دیگه he is rude بیادبه we like him though با این حال دوستش داریم. خب یا مثلا although it was expensive اگرچه گرون بود I bought it گرفتمش. دیگه bought نمیاری. bought اینجا بچه این به معنی خریدن گذشته buy میشه bought. خب و دو هم آخر جمله میاد دیگه it was expensive گرون بود I bought it though با این حال خریدمش. خیلی گرون بود ولی با این حال خریدمش. دو رو آوردم آخر جمله although هم آوردم اول جمله. به همین سادگی متفاوت بین although و do رو یاد گرفتیم. بچه‌ها به شدت ببین به شدت توی مکالمه های محاوره از این دوتا استفاده میشن. دوتا کلمه عادی نیست. من به این میگم گرامر. این کلمه عادی نیست اصلا. یه نکته خیلی مهمم که تاکید میکنم روش اینه که کلمه do خب توی مکالمه فقط میاد. فقط توی مکالمه. تو هیچ موقع نمیتونی دو رو برای متن بیاری یا یه نامه رسمی بخوای بنویسی از دو استفاده کنی غلط میشه. دو فقط توی مکالمه میاد ولی کلمه آلدو هم مکالمه هم متن همه جا میتونی بیاری. امیدوارم که یاد گرفته باشی. حتما ما رو لایک کن، سابسکرایب یادت نره، زنگوله بغل رو بزن و برام یه مثال با آلدو بزن، یه مثال با دو بزن. خیلی ممنون.